توی ویدیوی امروز جا پلاکه رو باز کردیم، کل فلاپا رو باز و بست کردیم و دیزاین موتور کلا عوض شد و در آخر رنگ رینگا رو هم تغییر دادیم و شد یه رنگ خاص. لاستیکا رو هم عوض کردیم. چه آره خدا لاستیک وکیلی. انداختیم اصلا قشنگ رفت داده. لاستیک 285 ارزش، این 200 فابریکش 190 بود. یعنی فابریک یه سایز بزرگترش کردیم. یه سایز 250 شد. با این رینگا الان به نظرت با این رخی که قبل اینکه بریم سراغ بقیه تغییرات حالا داستانه و گندی که قراره بزنه، گند نیست، خیلی خوشگل و خفن میشه. نمیدونم قراره چی بشه. من میدونم چی میشه. یه چیز اضافی توی موتور هست. آره یه بیلبیلک این پشت داره باعث میشه پلیس نیفته دنبالت. این موتور سنگین نمیشه اصلا. موتور سنگین خوبیش اینه که پلیس چی گذاشتن. اینو البته فابریک روشه، استاندارد. آره استاندارد که روشه، ولی اروپا و آمریکا موتور که سفارش آمریکاست همشون باید روش باشه، ولی ما چون زیاد استاندارد اینا رو برای این چیزا قبول نداریم و دیدن پلاکی نیست و با این هم پلیس یکم مراعات میکنه، نمیخواد مراعات کنه هرچند که سند داره دیگه، حتما میدونیم موتور، ولی اینو میخوایم حذفش کنیم، این دومش رو حذف کنیم که رخ عقبش خیلی خوشگل‌تر و خفن‌تر بشه. لاستیکش خیلی بیشتر بشه. آره خیلی بیشتر میشه. بریم سراغش. برو بریم. سویچ سلطان CBR 2016 رو میندازیم اینجا. حالت کشویی داره، باز میشه. 3 تا پیچ داره، با آلن 4 هم باز میشه. چنگیز دیگه اینجا رفت پاچاراشو آورد که باز کنه. ببین حالا چقدر طول میکشه بازش کنه. انگشتاش انقدر گنده است، انقدر نمیچرخه اصلا. از اون ور میتونی بندازی عزیزم، از سمت درازش میتونی بندازی. دیگه نمیشه چرخونش. چرا نمیشه؟ قدرت نداری؟ ضعیفم. باز کن. بده. یه آچار بیار باش چیز کنیم دیگه، باش بندازی. شاگردمون خوب کار بلد نی هنوز. به خدا. یا چرا باز نمیشه؟ کی گفته؟ انگشتات اندازه گردن منو نمیتونی اینو باز کنی؟ بیا. تا اون آچار رو پیدا کنه من تمامش کردم. بیا بابا نمیخواد، بیا بازش کردم. یه دقیقه صبر آخ بده. دستم. نمیشه. اینو دیگه نمیشه باز کرد. این چرا تو این نمیگیره؟ بکنم باز شد. من شروعش کردم. نه این اصلا شوریان. ولت راحت. بیا دومشو بگیر. دومشو بگیر که آره درست شد. کار من یه دیگه کاردار به اسم فکر نکن. یه ساعت به دنبال چی بودی؟ به من چه تا پک ابزارت کنم؟ نه واقعا دنبال چی بودی؟ تو اون یورو بفرستی، تو شما دنبال چی هستی؟ خب آخراشه تموم. این از این. حالا باید سیماشو باز کنیم. یه سری سوکت داره، اینا رو باید در بیاری. سوکت نداره فکر کنم. نه سوکت نداره. سوکت نداره، لنتی بستن اینا رو. چرا؟ آره. نمیدونم. سیمش کجا رفته؟ این اتصال دادن است. اینو میتونید بکنید. اینجا اتصال دادن است. خب این از این. اون یکی چی؟ اینا رفته تو با این وصله. خب اینا رو باید هر کدوم کله‌شون رو بکنیم و لنت بزنیم. آره. برای اینکه برای بعدم بشه چیز کرد، استفاده کرد اگه خواستیم. که از اون ورا خواستیم ببندیم، درسته؟ آره. یعنی اینکه می‌خوای لنت رو باز کنیم، میتونی لنت رو واکنیم تمیز درش بیاری. دیگه گوه‌کاری میشه. روز اول این اتصال دادن رو بکنیم. آبی به آبی. آها این دو تا قطرشون فرق داره، یکی رنگشون. نه فوقش میسوزه دیگه. این از این چیه؟ وایسا چی مونده؟ وایسا ایزن نکن دعوا نکن باش. بیا. نه اون دو تا رو قشنگ نکن. عزیزم نمیره، به خاطر این لنت نمیره. اینو در بیار آقا. اینو باید در بیارش یه بابا. عزیزم من به خاطر اون نمیره. آقا بی دقیقه صبر بده. اینجا رو بر بیرون.
وقت آدم نمیشه. بیا نایس. هی زور فکر میکنه همه چی با زوره. با زوره دیگه همه چی. یه لنتر رو بیار بابا، چسب لنت رو بیار. درست. رنگ رینگای فابریک خودش مشکی بود که بنا به دیزاینی که میخواستم بزنم دوستش نداشتم، بنابراین با چنگیز پا شدیم موتور رو بردیم گمرک و اونجا تعمیرگاه خودشون شروع کردیم به باز کردن رینگا. خودمون رینگا رو باز کردیم، انداختیم روی جک موتور رو و کامل همه قطعاتش رو از هم دیگه جدا کردیم و رینگا رو بردیم برای یه جایی که رنگ بزنن. اول یه جایی که خیلی هم ادعا داشت توی رنگ رینگ تو ایران و خیلی هم تبلیغاتش زیاده، اونجا بردیم، گفتیم آقا هم آشنا بشیم هم مطمئن بشیم از کارش، که به معنای واقعی گند زد تو رینگا. یعنی همه جوره گند زد، هم رنگی که می‌خواستیم در نیاورد چون یه زرد مایل به سبز ولی فسفوری یه جورایی روشن می‌خواستم، یه چیزی که نباشه تو رنگ‌های فابریک و رنگ با کیفیت هم می‌خواستم. آقا از اونجا برداشتیم، خیلی هم سخت و راهش دور از خونم، برداشتیم بردیم یه جای دیگه که معرفی کردم و گفتن که تضمینی اونجا دیگه هست. یکی از دوستای خودم که خیلی هم معتبره و تعمیرگاه داره معرفی کرد. رفتیم اونجا، گفت که رنگ گلازوریت آلما برات میزنم، همین رنگی هم که میخوای برات میزنم در میارم. رنگ یه جوریه که توی آفتاب رنگش با توی سایه فرق میکنه، توی شب رنگش دوباره فرق میکنه، یه ترکیب خاصی است. خلاصه بردیم اونجا، بعد چند روز بهمون زنگ زد گفت که آقا آماده است. رفتیم دیدیم خودش در اومد با کیفیت درست حسابی و دقیقاً همون چیزی که می‌خواستم. هزینه‌ش هم شد 14 میلیون تومان مجموعاً و چکچونه هم نزدیم چون خیلی کارشون درست بود. البته بهمونم تخفیف ندادن راستشو بگم همینجوری. و خلاصه برگردوندیم و شروع کردیم به بستنش و کارهای رینگ تموم شد و حالا رینگا تموم شد، رفتیم سراغ لاستیک. می‌خواستم لاستیک درست حسابی شهری براش بگیرم چون اول کار بود و هنوز خیلی حرفه‌ای نشدم توی موتور موندن. رفتم سراغ لاستیک پیرلی شهری و درست حسابی اورجینال. سایز لاستیک‌های عقب رو یه سایز بزرگتر انتخاب کردم، یعنی پهنای 200 رینگای 17 اینچی و فاق 55. اینجوری شد که لاستیک عقبم بزرگتر شد و هیکل خوشگل‌تر و شروع کردیم به انداختن روی موتور رینگ و لاستیک جدید و همین. دیدی چه داستانی کشیدیم سر رنگین رینگا، برو بیا، 1 ماه طول کشید تا تونستیم انجامش بدیم. بهت گفتم اولش کار هر کسی نیستش ساختنش. همه ادعا دارن. همه ادعا آی من همه میگن میکنیم. خلاصه ولش. خب بیایم سراغ قسمت سوم تغییرات روی سی. هنوزم اسم براش انتخاب نکردیم. حالا اگه خواستین اسم مناسب این موتور با این دیزاین ببینید چی هست تو کامنت ها بذاریم ببینم، بلکه گذاشتمش، هنوز اسم انتخاب نکردم. امروز اومدیم سراغ قسمت جالب و جذاب با چنگیز فلاپا. و فلاپ مشکی فابریک پیانویی اصلا نبود، افتر مارکت چینی، هر چیزی که شما یعنی بدونید ما کجا رو گشتیم. ببینید هر جا که بگین تو سایت ها خارج ایران، خودم از امارات پیگیر شدم، سایت آلمانی آمریکایی، فابریک، یعنی اینکه بدونید که دستکاری کنی مشکی ساده پیانویی نبود. مجبورا رفتیم از کف گمرک یه دست فلاپ رپسول پیدا کردیم، ست رپسول. از اون جایی که حالا فعلا دهنی هم سرویس شد سر فلاپا. اصلا از رپسول من فعلا خوشم خیلی زیاد شده دیگه. از رپسول خوشم نمیومد، گفتم که آقا فلاپا رو بگیریم، اینم خودم رنگش میکنم و بردیم دوباره سراغ رنگکارمون و گفتیم که گلازوریت آلمان دوباره برام بزن، مشکی پیانویی بدون اکریل بدون اینجور بازی‌ها، ساده ولی سوسک برامون بزنه. تیره. حالا جدا از این که من رنگ مشکی پیانویی رو خیلی دوست دارم و تو میگفتی که این من به نظرم ترکیبی قشنگ‌تر میشد. من الانش هم ترکیبیه. بعدا الانش هم ترکیبی میشه. به خاطر اینکه فلاپای فابریک خودش اگه مثلا تصادفی چیزی بکنیم بیافتیم زمین، که راحت میتونم بگم احتمال 99% میافتیم زمین، چون اونی که موتور سوار باشه، موتور سنگین سوار باشه، میدونه که این احتمال زیاده. دست فلاپ کاملش 200 میلیون تومانه. 280 تومن. خب 280 تومن قیمتشه، چون ایشون تو کار موتورم هست و گفتم که اونو بندازم اینو فابریک بمونه، هرچند که خیلی هم مهم نیست. میبینی چند وقت دیگه اینا رو قرمز کردم خود فابریکشو. صورتی استفاده میکنم، صورتی برای تو خوبه، برای من خوبه. اتاق 7 صورتیه. اول این بازش کنیم، زیاد صحبت نکن. الان بازش کنیم اول با چنگیز و بعد بریم اون مشکی پیانویی رو بیاریم و بندازیم روشو، سوسک مشکی در بیاد براتون. خب طبق معمول باید بریم از عقب شروع کنیم، یعنی
طبق معمول نمیدونم طبق معمول چی، ولی از از عقب عقب اینجا شروع شروع میشه. میکنه. آره از عقب شروع کنیم. این قسمت ترک نشین عقبشو باید دیگه به دردمون هم نمیخوره. چرا؟ او یه در گذاشتم براش کسی سوار نکنه. نه سوار کنیم، ترک نشین خوبه باشه، اصلا مشکلی نیست. از این قسمت باید شروع کنیم، اینا رو در بیاریم بریم قسمت محفظه باک و کم کم همشو باز میکنیم و بریم تو کارش. وایسا میخوام با این باز کنم. وایسا چوسی میخوام. رفت روش؟ آره این نمیرفتش، نمیدونم چرا. یکم چوسی موسی بیاین. البته کار استاندارد هم همینجوریه دیگه. قدرتی هم داره. آره. این هم از این باتریش هم که اینجا هست بذاریم. خب این هست. این پیچا رو بده من. جدا جدا هر کدومو رو خودش بذارم. این قسمتش هم که آچار 10 میخوره باز کنیم با این تجهیزاتمون. این ناشکری کن. تازه هنوز گاراژمون هم نذاریم، تو پارکینگ خونه هم دارم اینو میزنم و انجام میدم. تو از اون ور شروع کن این برای کارش ببینیم که چی از آب در میاد. این قسمت واشرم که در نمیاد. اینجاش هم 5 میخوره که باید بازش کنیم. اوه چه قدرتی داره، باز نمیشه. ماکسیموم گذاشتم اینو نمیشه. چیزو بیار، دستیه رو بیار. این مال اینه، نگه دار. فرمون یکم شل کنم، این وری هم باز کنم ببینم که کی در میاد. آقا با که جوان من پیچاشو گم نکن، باید خودت بری از گمرک بیاری. من حوصله رفتن دنبال اینا رو ندارم. خب من هنوزم برام سواله که چجوری این یه دونه واشر داشت این نداره. یکیشو احتمالاً نبسته بودن روش. شاید از کارخونه که یادشون نرفت. موتورم 6 تا کار کرده، نمیدونم چی کار کردم باش تو این 6 تا. خب اینم از این سلطان اصلی کاورم در اومد با کشه. چقدر تمیزه، نگاه بکن. آره 6 تا کاره، 6 تا کاره. خب سالان یه پیچ افتاد پایین. چی؟ یه بابره افتاد پایین. با این باز کردنت واشرش اینا، این واشرش. پیچای چیز، این دوتا پیچ دیگه بهت دادم کوشم. چی؟ دوتا پیچ دیگه بهت دادم از این باز کردم از این بغلا، مال باک بود. باگ رو خودت صندلی بستن. ها؟ مال باکو؟ آره دیگه از باکو بغلا باشم باز. جور زن. کو؟ اینجا گذاشتم زمین. اینه؟ نه اون نیست. این واشرا چیه؟ الان بهت میگم، دیگه صبر الله. واشرا لای ایناست. لای کاری اون نداره. این چیه؟ ایناش یه جور گذاشتم میره رو زمین. ببرش. نمیخواد 6 تا اینجاست. یعنی من حواسم به اینو نباشه. یه دونه این دوتا ما هم که رفت زیر، حالا چجوری در میاره خودش من درش بیارم. باشه در این میاره. فابریک نیست. چی؟ یکیش فابریک نیست. مهم نیست، حالا دیگه باز کردن چی کار کردن مهم نیست. این از این بغل باز کنیم دوباره. این ورشه بهتون بگم اول. این با این باز نمیشه. 4 کو استاد جا 4 آلن. حالا نشون میخواد یا برقی. آچار نذار تو اونجا ایزمان. این پیرمردا غور میزنه. بلد نیست که، شاگرد نداریم که کلا این افغانستان پیرمردا بشه شاگرد.
این چجوریه؟ تو خار داره این خار نیست چرا خار؟ چیز میخوره بابا پیچ کوشتیه ستاره است نگاه آره اینجا داره خار ستاره ایه بپیچ منش نمیخواد اصلا آره خار پیچی هم هست بده چوبارو این کجا فهمت تو؟ خب این از ولی این از کجا باز میشه؟ این یه دونه خارم اینجا بده این فشاری فشاریه نه فشاری نیست اونم پیچی بوده شکسته مطمئنی؟ آره دیدی؟ ریدن به موتور استاد کار نیستی بابا حالا اینجا این از کجا باز میشه؟ اینجا اینا پیچه تو؟ این تو بالا؟ خاره اینا خار بیده آره بده بیا سالگو رو بده خب ببین این تلاشو وا کنیم تماشا رو باز کنیم تلا وا کنیم بس فعلا اینو در بیار بذار آینه رو وا کنیم اول الان چی مونده اینجا؟ اون این اریا چی؟ از اینجا چی؟ این باید بر بیاد آره؟ پشمام این سخت ماجرا اینه بقیه‌اش هیچ این بسته از چی در میاری؟ این هنوز سر جاش میشکنه این اینقدر در اومد باشه هنوز پیچ توشه این نگاه این گیره بگاش میشکنی این بسته است اینجا نگاه بسته به زور نمیشه کانال هوا داره اینا اینجا بسته است به زور نمیشه این برم با کنیم فلافل این برم با کنیم اول خب دیگه بیایی من میگم اول بذار اینو باز کنیم هیچ زور میگی تمیز هوا داره از اونجایی که خاره خودش بعد حدود 9 سال خراب شده بود رفتیم یه مقدار خار دیگه براش آوردیم و گفتیم جا بزنیم فکر کنم این خاره بار مصرف باشه خار پرایدی بهش میگن ولی به هر حال کارو در میاره با اینکه پیچی نیست هرچند که پیچیش هم به در نمیخوره این خاره رو استفاده میکنیم دوباره میندازیم جاشو بریم سراغ بستن فلپا این سنسور تعادلش بود احمقا بس نکردن ول گذاشته بودنش این اگر بچرخه نه این روی پایه است بعد اینجا پیچ میشه خب شکسته آره دیگه این ناکن اینجاش یه جا نوشته آب آبسر اینجا یه جا نوشته کجاست یا نوشته آبسر زمانی که موتور به بغل میخوابه این میفهمه که موتور افتاده رو زمین انجین خاموش میکنه نمیذاره مثلا منفجر بشه بنزین بپاشه بیرون این دور چراغ شکسته دیگه من چراغ کامل براش بگیریم کنارش هم شکسته نگاه ریدن به کل میشه خب بیاییم اینو چیز کنیم ببریم اول ارمیا هواکشه آره دیگه هواکشه بچی و موتور با چی خنک میشه بیا اینو ببر زیرش این کدوم زیر اینجا بود آره یه دونه پیچ هم اونجا گذاشته بود اینا رو گریس هست بذار اول اینو جا بندازیم الان مشکلش چیه مشکلش اینه اینو که نباید این که الان نباید جا انداخته بشه که چرا از قاب چیزا جاش بندازیم یا کجا این آره اینا رو باید بدیم بره این تو باید بده همش این پشت
بدن بامیه جلویه خسته نمیشه که خرابه گوشی مزاحم بشه من بیرون گوش بدم هیچ گوشی هم گذاشته اینجا لامصب چیه دیگه گذاشته اینجا بسته نمیشه بیا یعنی سر جاش نیست پیچ نداشته بودی پیچا رو در آوردی پیچای باکو آره پیچای باکو اینجا گذاشته بودم بغل دیوار یه ذره باکو هول بده سمت جلو دیگه اول داده نمیشه اینه که صفر نه کرد نه نه رو باکو هول بده سمت جلو آها رفت بس بلا دوست ندارم فشار بهش بیارم بچه‌م جون حالا این نکته جالب این که وقتی ما این موتور رو گرفتیم از نجف آباد اصفهان مالکش گفت که به خاطر ECU ABSش نمیدونم می‌خواستن چی کارش کنن نه پمپ ABSش کار نمی‌کرده حالا هر چی که بوده موتور کم کارم بوده فقط چون استفاده نمی‌کردن همینجوری خاکی خورده داستانایی داشته خلاصه گفت بردم پیش یکی فلاپا رو باز کرده که ECU رو پیدا کنه 3 ماه طول کشیده تا فلاپا رو ببنده واسه خیلی هاشم شیکونده اصلا ببینید گند زده تو این قضیه حالا ما تو 3 ساعت باز و بستش کردیم دیگه اگه کار باز و بست فلاپی موتور تعمیر موتور چیزی داشتیم همین تعمیرگاه ما بیاین منو شاگردم انجام میدیم خب اینا از این برو از عقب نگاش کن ببینم چجوری شده عجب چیزی شده واسه نگاش برم با ویدیو بگیرم که بچه‌ها ببینن ببینیم چی شده آچار ماچارا شاگرد خوبی نیستی آچار ماچارا همیشه عجب چونی داره یه سانسورش کردم ولی الان شد موتور سنگین به قول چنگیز الان میتونی بری باش دور بزنی بریم سراغ قسمت بعدی و حرکت‌های بعدی قسمت دوم از موتور سنگین و سالار گاراژ رو دیدیم این تازه اولی عضو سالار گاراژه قسمت‌های بعدی میریم یه سری تغییرات میدیم با چنگیز و یکم انگولکش میکنیم یه سری جاهاشو تغییر میدیم درست حسابی هم تغییر میدیم هزینه‌ای که میکنیم بیخودی نمیکنیم مثلا رنگ این رینگا گلازوریت آلمان 14 میلیون تومان شد لاستیکا هم پیرلی که جفتش شد 45 میلیون تومان خوبه دیگه و 45 میلیون تومان نمیدونم قیمت بقیه لاستیکا ندارم باش مقایسه کنم فقط بریم سراغ بقیه‌اش چنگیز حرفی سخنی حدیثی لایک سابسکرایبی کامنتی چیزی فقط بریم برای ادامهش حل بریم بالاخره رخ این شد دو تا لوگوی هوندا اینجا مونده دلم نیومد از اون اصلیه وردارم دو تا لوگوش هم میگیرم یه واکس پالیش میکنم برو برای مرحله بعدی امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دم چنگیزم گرم که امروز کلا رو زمین بود فقط زیر موتور نرفته بودم و امیدوارم که تا یه ویدیو دیگه و یه محتوای دیگه از پیج سالار گاراژ و کانال سالار گاراژ ما رو حمایت کنین و بدرود